سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یه حسی که خیلیا درگیرشیم و گاهی واقعا مثل یه مانع بزرگ عمل میکنه تو زندگی شخصی و کاریمون. منظورم خجالته. شاید شما هم این حس رو دارین که نمیتونین راحت خودتون باشین، حرف دلتون رو بزنین یا همش نگرانین بقیه چی فکر میکنن. شاید هم کلن از دوره همی و موقعیت‌های اجتماعی فراری هستین. بله دقیقاً. و یه نکته مهم اینه که خجالت با درونگرایی فرق میکنه، میدونید؟ آها، چه فرقی دارن؟ ببینیم فرد درونگرا شاید انرژیشو از تنهایی بگیره یا جمعای کوچیک رو ترجیح بده. ولی اگه لازم باشه یا بخواد میتونه راحت ارتباط برقرار کنه، مشکل خاصی نداره. اما فرد خجالتی اتفاقاً دلش میخواد ارتباط بگیره، دوست داره با بقیه باشه، ولی یه چیزی انگار جلوشو میگیره، یه ترسی، یه مانعی، نمیتونه. جالبه. پس درونگرا نمیخواد لزوماً، خجالتی نمیتونه. تقریباً همینطوره. و این ناتوانی یعنی خجالت میتونه ریشه هاش تو گذشته باشه، تو تجربیاتی که داشتیم، یا شاید هم یه سری باورهای منفی که در مورد خودمون ساختیم. ولی خب خبر خوبم اینه که کاملا قابل مدیریته، میشه روش کار کرد. عالیه. پس بیایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم، ببینیم این خجالت اصلاً چی هست و چطور میشه ازش عبور کرد تا با خب اعتماد به نفس بیشتری زندگی کنیم. آماده ایم؟ بسیار خوب. اول از همه ببینیم نشونه ها چیه؟ چطور بفهمیم که با خجالت سر و کار داریم؟ یکی از شایع ترین ها عزت نفس پایینه. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی فرد احساس میکنه به اندازه کافی خوب نیست، لایق محبت، توجه یا حتی موفقیت نیست. یه حس بی‌ارزشی درونی داره. بعد میرسیم به اون تردیدهای همیشگی تو جمع. اینو بگم، نگم، نکنه بد باشه، نکنه مسخرم کنن. این گفتگوهای ذهنی تمومی نداره. آه خیلی آشناست. و حتی بدتر، بعد از اینکه بالاخره یه حرفی میزنه، شروع میکنه به خودخوری. وای چرا اونو گفتم، چه سوتی بدی دادم، حتما همه فهمیدن چقدر هول شدم. این سرزنش کردن خیلی شدیده. این ترس از قضاوت دیگران انقدر قویه که خیلی وقتا باعث میشه فرد کلاً از جمع دوری کنه. ترجیح میده تنها باشه تا اینکه ریسک قضاوت شدن رو بپذیره. و اینا تو زندگی روزمره خیلی خودشو نشون میده، نه؟ مثلا تو موقعیت‌های خیلی ساده. دقیقاً. مثلا میخوای بری تو مغازه یه سوال بپرسی، صدات انقدر آرومه که فروشنده اصلا نمیشنوه چی میگی، یا وای میسی همه مشتریا برن مغازه خالیشه بعد بری حرف بزنی. درسته. یا مثلا توی مهمونی تمام مدت نگرانی که یهو ازت نخوام بیای وسط برقصی یا نمیدونم یه خاطره تعریف کنی. دقیقاً. یا مثلا تی کلاس یا جلسه کاری همیشه اون ردیف آخر، اون گوشه ترین صندلی رو انتخاب میکنی که کسی اصلا تو رو نبینه، سوالی ازت نپرسه. همینطوره. اینا همه مثالهای ملموسشه. حالا بریم سراغ ریشه ها. از کجا میاد این حس؟ خب گاهی وقتا ممکنه یه دلیل بیرونی واقعی وجود داشته باشه. مثلا یه نقص ظاهری که فرد روش حساسه، یا مثلا لکنت زبون داشتن. اما میدونی خیلی وقتا، شاید بشه گفت اغلب موارد، ریشه اصلی تو باورهای درونی ماست. باورهای منفی که راجع به خودمون داریم. یعنی چی؟ چه باورهایی مثلا؟ مثلا فرد عمیقاً باور داره که من دوست داشتنی نیستم، من به اندازه کافی باهوش نیستم، من جذاب نیستم، من بی‌ارزم. تمرکزش فقط رو ضعفاشه و فکر میکنه بقیه هم دقیقاً همین ضعفا رو میبینن و دارن مسخرش میکنن یا قضاوتش میکنن، در حالی که شاید اصلاً اینطور نباشه. آها. و این باورها معمولاً از بچگی شکل میگیرن؟ خیلی وقتا بله. مثلا تو خانواده‌ای بزرگ شده که خیلی بهش اجازه حرف زدن نمیدادن یا مدام ازش انتقاد میکردن، سرزنشش میکردن. خب این بچه یاد میگیری که بهتره ساکت بمونه، خودشو سانسور کنه تا تایید دیگران رو از دست نده یا تنبیه نشه. پس انگار اولین و مهمترین قدم برای غلبه بر خجالت کار کردن روی همین نگاه درونیه، درسته؟ یعنی باید دیدمون رو به خودمون عوض کنیم. دقیقاً. باید شروع کنیم به پذیرفتن خودمون با تمام قوت‌ها و ضعف‌هامون. باید یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم، همون جوری که هستیم. که خب گفتنش آسونه ولی در عمل در عمل سخته، قبول دارم، ولی شدنیه. یه راه خیلی خوب برای شروع اینه که آگاهانه
تمرکزمون رو بذاریم روی نقاط قوتمون. چطوری؟ یه تمرین عملی. یه دفترچه بردارین و شروع کنین به نوشتن تمام ویژگی‌های مثبتی که دارین. هر چیزی، چه ظاهری، چه باطنی. مثلا مهربونم، صادقم، دستبختم خوبه، چشام قشنگه، صدای خوبی دارم، تو فلان کار مهارت دارم، هر چی به ذهنتون میرسه. این لیست کمک میکنه اون توجهی که همیشه رو ضعف‌ها بوده، یواش یواش بره به سمت توانایی‌ها و خوبیامون. فکر خوبیه. خب با اون صداهای منفی تو ذهنمون چه کار کنیم؟ اونایی که دائم میگن تو نمیتونی، الان خراب میکنی، همه دارن بهت میخندن، اونا خیلی سمجن. باید به چالش بکشیمشون، مثل یه کاراگاه یا وکیل مدافع ازشون سوال بپرسیم. چه جوری؟ مثلا وقتی اون صدا میگه تو همیشه خراب میکنی، از خودت بپرس. واقعاً همیشه؟ هیچ وقت نشده یه کاری خوب انجام بدم؟ مدرکت چیه؟ یا وقتی میگه همه دارن مسخرت میکنن، بپرس واقعاً همه؟ از کجا میدونم؟ شاید اصلا حواسشون به من نیست. اغلب میبینیم که این افکار فقط یه سری تعمیم‌های اغراق شده و غیر منطقی هن، نه واقعیت. پس باید باشون بحث کنیم انگار. یه جورایی آره. و یه تکنیک خیلی خوب دیگه هم هست که بهش میگن به جهنم یا فدای سرم. جالبه، چی هست؟ وقتی اون صدای منفی شروع میکنه به نهی کردن، نه حرف نزن، ریسک نکن، جلو نرو، شما آگاهانه به خودت بگو فدای سرم یا به جهنم، فوقش خراب میشه دیگه، و بلا فاصله کارتو انجام بده. یه قانون دیگه هم هست به اسم قانون 5 ثانیه. تا مغزت فرصت پیدا نکرده منصرفت کنه، از 5 بشمر تا 1 و بلا فاصله اقدام کن. حرفتو بزن، سوالتو بپرس، پاشو برو جلو. پس نباید به اون ترس اولیه اجازه بدیم کنترل رو به دست بگیره. دقیقاً. و از همه اینا مهمتر اینه که با خودمون مهربون باشیم. اگه یه بارم تپق زدیم، خراب کردیم، خودمونو سرزنش نکنیم. همونطور که با بهترین دوستمون که اشتباه کرده حرف میزنیم، با خودمون حرف بزنیم. با شفقت. خب این از کار روی ذهنیت. حالا بریم سراغ عمل. یه نکته کلیدی گفتین که خیلی مهمه. از اجتناب کردن اجتناب کنید. یعنی چی؟ یعنی خودمونو بندازیم تو دل موقعیتایی که ازشون میترسیم؟ دقیقاً همینه. بهش میگن مواجهه درمانی یا اکسپوژر تراپی. شما نمیتونید شنا یاد بگیرین مگر اینکه بپرین تو آب. برای غلبه بر خجالت هم باید آگاهانه خودتون رو در معرض موقعیت‌های ترسناک قرار بدین. وای، این خیلی سخت به نظر میاد. اولش آره. ممکنه قلبتون تند بزنه، عرق کنین، صورتتون سرخ بشه، صداتون بلرزه، شاید تپقم بزنین. اینا کاملا طبیعیه. ولی نکته اینجاست که این سختی‌ها مثل درد بعد از بدنسازیه. شما با تحمل این فشار و درد دارین عضله اعتماد به نفستون رو قوی‌تر می‌کنین. پس نباید خودمون رو سرزنش کنیم اگه اولش سخت بود یا کامل نبودیم. اصلاً و ابداً. باید به خودتون آفرین بگین که شجاعت به خرج دادین و وارد اون موقعیت شدین، حتی اگه نتیجه عالی نبود. هر قدم کوچیک یه پیروزیه. یادتون باشه هیچ کس از اول قهرمان نبوده. خب چه جوری میشه این مواجهه رو شروع کرد که یهو انقدر ترسناک نباشه که جا بزنیم؟ باید قدم به قدم باشه حتما. دقیقاً. باید پله پله و با قدم‌های کوچیک شروع کرد. میتونین برای خودتون چالش‌های هفتگی تعریف کنین، از آسون به سخت. مثلا چی؟ هفته اول تمرین سلام کردن. هدفتون این باشه که هر روز به چند نفر، مثلا نگهبان ساختمون، همسایه تو آسانسور، فروشنده مغازه، با صدای واضح و یه تماس چشمی کوتاه سلام کنین. همین. خب این شدنیه. هفته بعدیش چی؟ هفته دوم تمرین سوال پرسیدن. بیرون برین و فقط برای تمرین از چند نفر آدرس بپرسین، حتی اگه آدرس رو بلدین. یا تو مغازه، حتی اگه شلوغه، با صدای رسا سوالتون رو بپرسین. منتظر نمونین خلوت شه. آها، کم کم داریم سخت‌ترش میکنیم. دیگه چه کارایی میشه کرد؟ کارهای خیلی زیادی هست. مثلا تو کلاس یا جلسه آگاهانه سعی کنین ردیفای جلوتر بشینین. سعی کنین یکم بلندتر از حد معمول صحبت کنین. تو جمع دوستا یا خانواده، حتی اگه یه نظر کوتاهه، بگینش. لازم نیست سخنرانی کنین. تو رستوران یا کافه وسط سالن بشینین، نه اون کنج دیوار. تو صف نونوایی یا تو باشگاه با نفر بغلی یه سر صحبت کوتاه باز کنین. مثلا در مورد هوا یا هر چیز ساده دیگه‌ای.
اینا قدمای خیلی خوب و عملی هستن. زبان بدن چطور؟ اونم تأثیر داره؟ اوه بی نهایت. زبان بدن خیلی مهمه. حتی اگه درونتون آشوبه، اگه زبان بدنتون قوی و با اعتماد به نفس باشه، هم روی حس خودتون تأثیر مثبت میذاره، هم پیغامی که به دیگران میدین رو عوض میکنه. چی کار باید بکنیم دقیقاً؟ صاف بایستین، شونه ها عقب، سینه جلو، سر بالا. موقع صحبت کردن تماس چشمی برقرار کنین. لازم نیست زل بزنین، ولی نگاه‌های متناوب داشته باشین. موقع دست دادن محکم دست بدین. زبان بدن آدمای خجالتی معمولاً حالت جمع شده و منقبض داره. سر پایین نگاه می‌دزدن. شما باید آگاهانه برعکس این عمل کنین. جالبه. حتی اگه اولش حسش نکنیم، با انجام دادنش به مرور رومون تأثیر میذاره؟ قطعاً. بهش میگن fake it till you make it. یعنی اولش شاید نقش بازی کنین، ولی کم کم اون حالت جزئی از خودتون میشه. مغزتون هم گول میخوره و سیگنال قدرت و اعتماد به نفس میگیره. تمرینی هم هست که تو خونه تنهایی انجام بدیم برای تقویت اینا؟ بله، حتماً. یکی از بهترین تمرین‌ها حرف زدن جلوی آینه است. چه حرفی بزنیم؟ با خودتون حرف بزنین. از ویژگی‌های مثبتتون که قبلا نوشتین برای خودتون بگین. از خودتون تعریف کنین. تصور کنین دارین برای یه جمع صحبت می‌کنین. میتونین حتی از خودتون فیلم بگیرین و بعد ببینین. اینطوری به تصویر و صدای خودتون عادت می‌کنین و متوجه میشین زبان بدنتون چطوره، کجاها میتونین بهتر باشین. آها، عادت کردن به صدای خودمونم مهمه پس. خیلی. یه کار دیگه هم که میتونین بکنین اینه که به جای پیام متنی بیشتر سعی کنین پیام صوتی یا وایس بفرستین و مهمتر این که بعدش به صدای خودتون گوش بدین. اوایل شاید عجیب باشه ولی کم کم باهاش راحت میشین. پس خلاصه بخوایم بکنیم میبینیم که خجالت با اینکه خیلی شایع و میتونه آزاردهنده باشه، ولی یه سرنوشت محتوم نیست. یه چیزی نیست که تا آخر عمر با ما بمونه لزوماً. دقیقاً. میشه با شناخت ریشه‌هاش، با کار کردن روی اون نگاه منفی درونی و تبدیلش به یه نگاه مهربونتر و واقع بینانه‌تر و مهمتر از همه با اقدام عملی و برداشتن قدم‌های کوچیک و مداوم از این مانع عبور کرد. نکته کلیدی همینه که گفتین. مداومت و پذیرش سختی‌های اولیه. باید قبول کنیم که اولش ممکنه سخت باشه. ممکنه اشتباه کنیم، تپق بزنیم، مضطرب بشیم. اینا همه بخشی از مسیره. ولی اگه ادامه بدیم و تمرین کنیم، مثل هر مهارت دیگه‌ای توش بهتر و بهتر میشیم. این یه شبه اتفاق نمیفته، یه فراینده. حالا شاید خوب باشه از خودتون این سوالو بپرسین. اگه بتونین این خجالت رو کنار بذارین یا حداقل مدیریتش کنین، اگه بتونین با راحتی و اعتماد به نفس بیشتری خودتون رو ابراز کنین، چه درهایی به روتون باز میشه؟ چه فرصت‌های شغلی، اجتماعی، عاطفی منتظرتون هستن که شاید الان فقط به خاطر ترس از قضاوت، ترس از شکست یا ترس از دیده شدن دارین از دستشون میدین. این سوال میتونه یه انگیزه قوی باشه. سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. ممنون بابت این صحبت‌های مفید و کاربردی. خواهش میکنم.